حمله تند و بی سابقه و بیرحمانی بعضی از شرکت کنندگان عشق ابدی. چند تا کاری که فقط از دست این شرکت کنندگان برمیاد. تا آخر همراه ما باشید. حاشیه‌های تازه‌ای در فضای مجازی در مورد شرکت کنندگان عشق ابدی شکل گرفت که این دامنه درگیری بین ترانه و طناز اتفاق افتاده. این درگیری و بحث‌ها از ترانه با یک پست در فضای مجازی پخش شد که این پست خیلی جنجال‌ها به همراه داشت. خیلی سریع طناز به این حاشیه‌ها پاسخ داد و نوشت وقتی که یک فاحشه بره رو اعصابم. ترانه در چندین لایو جنجالی درباره پشت پرده برنامه عشق ابدی افشاگری کرده. او ادعا کرده که برخی از این اتفاقات در این برنامه ساختگی بوده و شرکت کنندگان تحت فشار قرار گرفتند. همچنین او درباره سانسورهای شدید و حذف برخی صحنه‌ها صحبت کرده که باعث واکنش‌های زیادی از سوی مخاطبان شده. در یکی از لایوهایش ترانه به صراحت اعلام کرده که برخی از روابط نمایش داده شده و در برنامه واقعی نبوده و صرفاً برای جذب مخاطب طراحی شده. همچنین او به برخی رفتارهای پشت صحنه هم اشاره کرده که باعث ایجاد جنجال در فضای مجازی شده. واقعاً عصبی میشم. اصلا به اون زندان فکر میکنم واقعاً حالم بد میشه. و فقط دوست داشتم بزنم از اونجا بیرون. اصلا انقدر فشار روانی روته مثلا مجبوری همه آدم اونجا تحمل کنی. حتی مثلا اونجا ما دعوامون میشد، از اون مکان خارج میشدیم، بعد برمیگشتیم دوباره اونجا دعوا میکردیم. یعنی اصلا نمیشد. یعنی از اون ضبط نباید میومدی بیرون. بعد اگر میدونستم واقعا قراره کجا برم و قراره تو چه جایی بازی کنم، هیچ وقت نمیرفتم. آره بچه‌ها چی فکر میکنین چرا دارن این کارو میکنن؟ چون داره جر میخوره. آخه همه هیتا همه فوشا واسه طنازه و طناز الان داره خودشو میخواد مثلا بگی آره من خیلی خفنم و آبروی منو ببره. که چی؟ آبرومو ببر، تو خودت خراب میشی. نابود میکنه این آدم. با اون طناز دست به یکی میخوام بکنن و زندگی شخصی که توی گوشی من بوده رو به هر چیز دیگه رو میخوان این با زندگیم بازی کنن. لطفاً ازتون خواهش میکنم ریپورتش کنی. من خیلی حالم بده. واقعا به زور که نمیشه با کسی مون. این آدم فقط میخواد من به زور با اون باشم. خب نمیخوام باش باشم. ریپورت کنین، همشون رو ریپورت کنین بچه‌ها. با طناز دست به یکی کردن میخوان آبروی منو ببرن و واقعا نمیدونم چه آدم‌ها میتونن کثیف و کثافت باشن. من شکایت کردم از این آدما. شکایت کردم اگه بخوان چیز شخصی از من کس دیگه ای که شما میدونین پخش کنه، پدرش در میاد و اینجا دیپورت میشه. به خاطر اینکه من کاری با اون آدم نداشتم. یعنی نه من اومدم آبروشو ببرم نه چیزی. من خیلی از چیزای شخصی همه میدونم ولی دلیل نمیشه بیام پخش کنم. دلیل نمیشه که. در پی بحث‌ها و درگیری‌هایی که در عشق ابدی اتفاق افتاده، سیاوش با حرکتی فوق منشوری به نظر میرسد که ترانه رو کتک زده. که شما دارین طبق اون صحبت میکنین، ایتای خیلی بالی زدید که خشمت انداز و بالاخره دهن اونو بست و حقش بود بزنین تو دهنش و اینا. و واقعا اینکه سیاوش اصلا برخورد فیزیکی با این خانم نداره، دستش فقط به لباسش میخوره. اسم موشنش رو میذارم تو استوری بعدی. لطفا با چش باز بریم و دنبال گارد گرفتن نسبت به کسی نباشیم. و در مورد اینکه طناز میان مثلا یارو اومده تو ویدیو میگه طناز بد دهنه، حالا قسمت من فلانم تو فلانشون، فلانم تو رابطه‌هاتون، این فلان منم نیست، فلان فلانی. بابا من اینا فلانم هم نیستم، بیا مغزشون رو سرویس کنیم. بعد تو قسمت قبل آره ببین این هفته که ما کاپلیم حذف نمیشیم، هفته بعدم که خب در حال چرخشی حساب کنه میفته به ما حذف نمیشیم، ما سیوی تا تاش میریم. حالا هر کی میام ششون آره بابا ما میخوایم بریم بیرون اینجا رابطه‌مو اینقدر قشنگ کمتر دراگ بزن به اون مغزت، یه ذره فرصت بده بتونه کار کنه. به خودت بیا بدبخت. خیلی بدبختی و خیلی خوبه که میبینم این بدبختیتون رو همه فهمیدن.
یه جوون 26 ساله داره خارج از ایران کار میکنه با شرکت‌های مدلینگ، داره نون در میاره، داره زندگیشو میچرخونه. شما هموطن‌های عزیز همیشه در صحنه میریم بهش دایرکت میدین، میریم به شرکت‌ها ایمیل میزنین که با سیاوش قطع همکاری کنه. چرا؟ به خاطر یه اشتباهی که کرده. حالا کاری نداریم درست و غلط بودنش که اصلا به اون موضوع نمیپردازم من، ولی این آقا داره اینجا زندگی میکنه، داره کار میکنه، داره نون در میاره. شما دارین کاری میکنین که اینا رو از دست بده برای یه شرکت توی برنامه یوتیوبی. هموطنیم، ته تهش هممون آدمیم. کاری که کرده رو اصلا کاری ندارم، میگم اشتباه بوده درست بوده، خودش جوابگو باید باشه. ولی این کاری که شما دارین میکنین و باعث میشین نون این بنده خدا آجر شه، نون یه پسر 26 ساله که داره خارج از ایران زحمت میکشه، داره زندگیشو پیش میبره، واسه یه برنامه یوتیوبی دارین این کارا رو میکنین، خیلی حرکت افتضاحیه واقعا. و درگیری شدیدی هم بین علی و ترانه رخ داده. خواستم اینجا به ترانه بگم زیاد راجع به من گوخوری نکن، میرینم بهت برف سال دیگه هم نتونه تمیزت کنه. رک، خیلی رک دارم حرف میزنم. خب تو لبت مثل لب جوب میمونه، مثل لب دریا میمونه، با همه خاطره داره. بعد من حسودی میکنم به رابطت. آخه تو کی؟ تو که شلیک شدی، تو هنوز اقامت تو نتونستی بگیری، دارن دیپورتت میکنن ایران، از دو طرف رونده شدی، نمیدونی بعد چیکار کنی. زنگ میزنی ازمون کمک میخوای یه طرف، بعد میای میری اونجا اسم ما رو خراب میکنی. چون چند روز پیش من نمیخواستی به خونه من ویدیو بزنی، من قبول نکردم. میخوای همه اینا رو استوریاشونو بذارم؟ مگه به پسر بیچاره رو انگشتر طلا ازش نخریدی که؟ چرا میگی دروغه؟ تو رابطه بودی اومدی تو اون برنامه، میخوای افشا کنم همه چیو؟ 3 روز پیش همین خانم به من پیام داد بیا مانتالیا با هم حاشیه درست کنیم و بعدش میخوام بچسبم به محبود حاشیه درست کنم. مسیجاش هم میذارم ببینید اینا رو. الان رفتی چسبیدی به محبود بدبخت تو برنامه که این بچه رو این کار کرد، اذیتش کرد. حالا تو قسمت آینده او میبینید چه اتفاقایی میفته. اینو که پدرشو در آوردی بیرون برنامه و به زور چسبیدی بهش. معلومه دیگه، ما داریم میبینیم به زور چسبیدی بهش، همه دارن میبینن به زور چسبیدی به یارو. رفتی خونه‌اش داری استوری میذاری، فیلم میذاری. بابا به خودت بیا، برو دنبال اقامتت. به نظرم الان تو خیابون هر جا بگیرن دیپورتت میکنن. معروفیت به چه قیمتی؟ بابا یه خورده به خودتون بیاید بفهمید چه خبره. دندونم درد میکنه، گوشیم خرابه، هزار تا داستان، ولی بازم اومدم تو تریبون که بگم به خدا من دست بذارم روی کسی که بخوام خرابش کنم، بعد خرابش میکنم. خیلی بد و این چیز بدیه، چیز خوبی هم نیست. پس مراقب حرفمون باشیم. من که برنامه تموم شده، ماهرخ که با اون صورتش همه جلو دوربین استاپ میزنه، اینو میگه استاپ میزنه، اونو میگه. بابا ول کنید دیگه زندگی مگه شما نبودید میگفتید مدلم، اینفلوئنسرم، نمیدونم الم فلانم، برید دنبال کار و زندگیتون دیگه. صفحه اینستاگرام باز میکنیم 1000 تا استوری دارید میذارید، یعنی غیر از اینستاگرام شما هیچ کار دیگه ای ندارید. به خدا ندارید. هیچ کدومتون یکی در میون اینجا شما پاسپورت اینجا اقامت دارید. دنبال چی میگردید؟ نه واقعا میخواید چی رو ثابت کنید؟ دروغ تا کی؟ خودت داری گول میزنی، منو میخوای گول بزنی، 1000 نفر یه ملت رو میخواید گول بزنید؟ بی خیال دیگه. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید.